وقتی آدم به چیز سوخاری فکر میکنه همش میگه فیله سوخاری، نمیدونم سیب زمینی سوخاری، ولی هیچ وقت به آب سوخاری کسی فکر نمیکنه. دقیقاً واسه همین ما تو این ویدیو قراره واسهتون آب سوخاری درست کنیم. مگه آب نمیشه توی اون روغنه؟ نه، ما یه چیزی گرفتیم، 2 تا ماده است که اینا رو هم شما راحت میتونید بگیرید. یکیش کلسیم لکتات. نه فارسیشون رو یه معلم شیمی پیدا شد تو کامنت ها اینو توضیح بده. و سدیم الجینیت. با اینا میتونی یه حبابی درست کنی. خب بعد نمیترکه؟ نه، مثل ژله‌ایه که توش آبه. من یه سوال دارم. حق نداری الان وقت سوال پرسیدن نیست. معلم داره درس. معلم بی اخلاقیه. خب شما اگه علاقه نداشتی معلم نمیشدی. بشین تو کادر حرف نزن. همینطور انگشتام بکنم تو آب. این بچه تخصا که تیش نگیریم. چرا اینقدر بسته بندیه یه جوری که واقعا نگاه میترکه. اون پشت دوست ما خوابش برده داره خورکوف میکنه. بایسته اتفاقا ببین ویدیومون شبیه سازی یه کلاس واقعی شیمیه. چون من تو کلاس شیمی همینجوری خواب بودم. آقا کل کاری که باید بکنی یه قاشق از این یه قاشق کامل. خب شما هم بزن. آره یه کاری کن بچه بلند شه. اینقدر باید هم بزنیم تا سفید شه، بیرنگ شه. سفید که الان هست. چرت دارم میگم تو اصلاح هم نکن دیگه. چیکار کنم من مغزم دیگه کار نمیکنه واقعا. این چرا نمیره تو آب؟ ای وای نه جدی بریز بیرون. این آب میشه بزن. ولی فکر کنم باید مثلا 10 دقیقه بزنیم. بچه ها خیلی حرفه‌ای هم میزنیم. خیلی آنجا خوابه و ما داریم دلنگیرون میکنیم بالا سرش. حالا به مرحله که زیبای غنچه سازی. اینو برمیداری اینجوری که یه چیزی داره شکل میگیره توش. شبیه انداز اینجوری قیافش بده. چه چی بری بشونی؟ چسبی تو قاشق اصلا. یه دستمال نداری؟ گریه میخوایی بکنی؟ آره یه دور روش رو تمیز کنیم ببینیم تاثیر داره. آها چه خوب شد استاد. آره آماده ای؟ که من بیارم بیرون دفعه قبلی تو آوردی بیرون. نه من آوردم. نه کن وای بچه ها بذار بیارم نزدیک دوربین. بچه ها اینو نه ببینین نه مشخصه یا نه یه ژله‌ایه که توش ژله نیست قشنگ توش آبه. توش آبه یه بدنه‌ایه که توش آبه. بیا وای اینو من میخوام نشون بدم. خیلی مال تو دیگه. خدایی نگاه کنیم. کی میام؟ آرمین اما اینو بریم سرخ کنیم. اینو سرخ کنیم. خب الان اول از همه ما باید این دوستمون رو برداریم میره تو آرد میپاشیم. دوستمون خیلی گوگولیه. آمان چه قشنگ آردی شده ببینیم. مامانی دون جیگو جیگو. ما تخم مرغ رو آغشته میکنیم. سپس در پودر سوخاری غلطانده. کلمه ها رو من فقط ویدیو آشپزی های شبکه تلویزیون بودش درست میکردن یا آقا خانومه بودن سیبیلو بودن. کلمه هم اینجوریه. آره هم آقای سیبیلو بود هم خانومه. میبریم میندازیم تو روغن میذاریم. احساس میکنیم که داره باز میشه. اوه کاش نشه ولی چون اگه بشه بیچاره میشیم. به خاطر اینکه میخوام آره دوبرش سرخ شه. عالی. میگم کافیه موقع اون حد کریسپی که میخواستیم رسید. فشارش ندید. باورم نمیشه. اینو من بذارم تو آرد. اول در آرد قرار داده. وقتی میگن چرا درس نخوندی داشتی چی کار میکردی؟ داشتم آب سرخ میکردم. قیافش همون قیافه برنده است. ابتدا آرد خیلی وقتی تو آرد میذاریش باحاله. ببینم
ببینیم عزیزم ببینیم چه ماهی شده خیلی طبیعی جلوه بدی ولی نمیشه آره چه شبیه ماهیه شبیه درخته آره خب داره فکرم اونی لبه هاش چیزه بیرون زده سری درش بیاری میبینی؟ روش نمونده سخاریه توش معلومه ببینی باز شده و لحظه سرو کردن این غذای زیباست بزنم تو سس یه سخاریه دیگه سخاری سنگین سخاری با سس توی باورم نمیشه آب سخاری با سس کچاپ پودر روش خوشمزه است عالیه واقعا من معیارام خیلی عجیبه چون من پیتزایی هم که درست کردم همه دوست داشتم به جز اونایی که لپش خوب نبود اگه بر دیگه ریخ چطوره؟ من فکرم پود سخاری خوردم آب نخوردم آره بیا اینو تست کن آب رو تست نکردی یه دونه توپ بزن تیله آب رو برای جدا کردم خوشگله این حیفه بخوره قشنگ شبیه تیله میمونه آره خیلی باحاله اینو دیدی چیز عجیبی نبود It's time to بخورش First It's fried so You're gonna have this It looks like it's very strong as you can see this is the weaning so it's very very strong I think you killed but I killed it so yeah this is for you it has no taste it's just water yeah but the cover is the cover is also just water I know انگار که سیب زمینی سرخ کرده است ویژیتریان دیگه آروین رفته تو بشقاب داره هی در میاره ببین خوشمزه است خدایی این چیز چیه؟ پسته برمیدارم میشکنم میکنم از 10 چند؟ از 10 من 20 میدم به این کار واقعا کار باحالی نبود خیلی کار باحالیه جدی بچه‌ها این قضیه رو من پیشنهاد میکنم همراه با خانواده چون ببین این هم زدنش خیلی طول میکشه از مامان باباتون کمک بگیرید هیچ کدوم از این مواد خطرناکی نیستن همشون خوراکی هستن و حتما هم وقتی میخواین بگیرین مواد خوراکیشو بگیرین اینا رو اسمشون هم میاد رو صفحه چجوری باید بگیرید و اینو سنگی خواستین درست کنین میتونین ولی حتما باید یه نفر بالا سرتون باشه out of 10 how was it -8 ولی با اینا هم خاویار الکیا رو با این درست میکنن این توپیای بوبای داخل چیز این آره اینا که میتره که تو دهن نوشیدن خب من حرفی نمیزنم آترو رو شما خودتون باید بگیرید خدا I'm in my pajamas یه تو پیرژام هم دارم که میگم پیرژامه آره نه پیرژامه پیرژامه لباسی که پیرها برن خیلی خوش گذشته مرسی که تا اینجا همراه ما بودین و امیدوارم که That's how you'll stay hydrated. Like that. کیمیا